بالاخره قرعه کشی جام جهانی در آمریکا انجام شد و تیم‌های حاضر در این جام حریفان خود را شناختند. در حاشیه این مراسم جایزه صلح فیفا هم به دونالد ترامپ رسید. این دور از رقابت‌ها به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. این جام جهانی نخستین دوره از جام جهانی است که با 48 تیم برگزار خواهد شد. تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی به مصاف هم خواهند رفت که از هر گروه 2 تیم به صورت مستقیم به دور بعد میرن و یک تعداد تیم سوم برتر هم شانس حضور در دور بعدی رو دارند تا مرحله حذفی با 32 تیم برگزار بشه. اما حالا با هم به بررسی گروه‌های این دوره بپردازیم. گروه 1 جام جهانی، جایی که مکزیک میزبان جنوبی جام جهانی، پذیرای دیگر تیم‌های جنوبی است. آفریقای جنوبی، کره جنوبی و برنده پلی آف اروپا از بین تیم‌های ایرلند جنوبی، دانمارک، مقدونیه شمالی و جمهوری چک. بازی افتتاحیه بین تیم‌های آفریقای جنوبی و مکزیک برگزار خواهد شد. درست مثل افتتاحیه خاطر انگیز سال 2010 در آفریقا. این بار اما میزبان مکزیک است و در جو وحشتناک استادیوم گوادالاخارا. شانس صعود مکزیک میزبان و کره جنوبی برای صعود از این گروه به نظر بیشتر از سایر تیم هاست. گروه دوم این رقابت‌ها با حضور یکی دیگر از میزبان هاست. کانادا، قطر، سوئیس و برنده پلی آف اروپا که یکی از تیم‌های ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز یا بوزنی است. قطر سابقه میزبانی جام جهانی را دارند و به نظر می‌رسد این گروه جزو گروه‌هایی باشد که احتمالاً تیم سوم آن جزو تیم‌های برتر باشد و به دور بعدی صعود کند. هرچند که کانادا شاید ضعیف‌ترین تیم در میان میزبان‌ها باشد، اما با استفاده از امتیاز میزبانی می‌تواند خود را به دور بعدی این رقابت‌ها برساند. آنها در جام جهانی گذشته هم عملکرد چشمگیری نداشتند. گروه سوم این رقابت‌ها اما به نظر یکی از سخت‌ترین گروه‌های این دوره باشه. برزیل پر افتخار در کنار مراکش که دوره قبلی بین 4 تیم پایانی بود و حضور اسکاتلند و هایتی در این گروه را چالش برانگیز کرده. هرچند که شاید از الان سهمیه صعود این گروه برای برزیل و مراکش رزرو شده، اما شاید اسکاتلند و هایتی در این گروه را چالش برانگیز کرده و باعث زیبا شدن رقابت‌های این گروه بشوند. گروه چهارم هم یک میزبان دیگر دارد. آمریکا پاراگوئه، استرالیا و برنده پلی آف بین تیم‌های ترکیه، رومانی کوزوو و اسلواکی. به جز آمریکا، صعود هیچ یک از تیم‌های دیگر از این گروه تضمین شده نیست. حضور احتمالی تیم ترکیه می‌تواند پیچیدگی‌های این گروه را بیشتر کند، چرا که قدرت تیم‌های این گروه تقریباً در یک سطح هستند. در گروه پنجم این رقابت‌ها تیم‌های آلمان، کراسائو، اکوادور و ساحل عاج قرار دارند که احتمالاً آلمان کار زیاد سختی برای صعود از گروه نداشته باشد. اما عملکرد این سالهای آلمان در جام‌های جهانی اخیر باعث نگرانی هواداران این تیم شده. حدس دیگر، تیم‌های صعود کننده از این گروه واقعاً کار آسونی نیست. در گروه ششم، تیم‌های هلند، ژاپن، تونس و برنده پلی آف اوکراین، سوئد، لهستان و آلبانی قرار دارند. شانس ژاپن و هلند برای صعود از این گروه بالاست و چه بسا رقابت ژاپن با هلند برای صدرنشینی از این گروه باشد. در گروه هفتم، تیم‌های بلژیک، ایران، مصر و نیوزلند حضور دارند. به نظر صعود بلژیک از این گروه قطعی و رقابت ایران و مصر برای کسب رتبه دوم این گروه باشد. نیوزلند هم میتواند برای تیم‌های دیگر این گروه دردسرساز شود. اما در کل باید منتظر ماند
و سرنوشت این گروه مناسب برای اولین صعود ایران را دید. گروه هشتم یکی از گروه‌های سخت و جذاب این جام است. تیم‌های اسپانیا، اوروگوئه، عربستان سعودی و کیپ ورد تیم‌های این گروه هستند. اسپانیا و اوروگوئه روی کاغذ شانس بسیار بالایی برای صعود از گروه دارند، اما فقط روی کاغذ. هر یک از تیم‌های کیپ ورد و عربستان می‌تواند مانع از یک صعود آسان برای این دو تیم بشوند. گروه نهم، فرانسه، سنگال، نروژ و برنده پلی آف بین تیم‌های بولیوی، سورینام و عراق است. تقابل جذاب فرانسه و سنگال یادآور دیدار جذاب دو تیم در سال 2002 است که سنگال شگفتی‌ساز اون جام شد. شانس اول این گروه فرانسه است و تیم‌های نروژ و سنگال برای رده دوم رقابت خواهند کرد. گروه دهم، مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتین، الجزایر، اتریش، اردن تیم‌های تشکیل دهنده این گروه هستند. آرژانتین کار سختی برای صعود ندارد. اتریش، الجزایر و اردن برای تصاحب رده دوم این گروه تلاش می‌کنند. گروه 11، پرتغال، ازبکستان، کلمبیا و برنده پلی آف بین تیم‌های کنگو، کالدونیای جدید و جامائیکاست. پرتغال و کلمبیا شانس اصلی صعود هستند و ازبکستان هم می‌تواند برای رده سوم تلاش کند. و اما گروه آخر، انگلیس، کرواسی، غنا و پاناما. انگلیس و کرواسی صعود خود را از این گروه راحت می‌بینند. اما باید دید آیا غنا و پاناما شگفتی ساز می‌شوند؟ این جام جهانی از خاص‌ترین هاست، چرا که اولین بار است که 48 تیم در آن حضور می‌یابند و آخرین بار است که شاهد حضور رونالدو و مسی هستیم. ضمن اینکه احتمال رویارویی این دو در مراحل حذفی نیز وجود دارد. حالا به نظر شما کدام تیم‌ها موفق به صعود می‌شوند؟ برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا به ساخت ویدیوهای بیشتر به ما کمک کرده باشید.